идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانشی بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار سیوم از رمان تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلق تاجیکستان اورون کوهساد هیجا. و افسران عالی رتبه کف گفتند و امپراتوری اعظم تبو از تبلیغ این موضوع برداشت و یک معرکه دامنه‌دار تشویقی و روحی و غصبکاری در بین مردم آغاز گرفت و سیاستمداران، عالمان، ادیبان، حربیان شریک شدند به این کار و منبرها و کاغذها پر گردید که آسیای وسط با اعتبار جغرافی سرزمینی نادر است. زمینش حاصلخیز، آب روانش فراوان، باد و هوایش معتدل، مردمش زحمتکش، ولی این همه ثروت طبیعی عاقلانه استفاده نمی شود و قریب بی حساب است و از گنج‌های در کانها نهفته‌اش کسی واقف نیست. و گنرال هایی که در سیبیر و شرق دور جنگیدند و گوبرناتورهای ملک‌های نو شدند. با امپراتور اعظم و وزیر کارهای خارجی نامه‌ها می‌فرستانیدند و اثبات می‌کردند که آسیا میانه را بگیریم، هم از جهت حربی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت مرزی فایده به مراتب بیشتر می‌گیریم و تلفات به مراتب کمتر می‌دهیم و به هر چی اندک منفعت زیاد مالی و جانی به دست می‌آید. ثروت‌های روی زمین و تگ زمین این ممالک تمام روسیه را سری خورانده و به حضور پوشانیده می‌تواند و نهایت ما به آرزوی 100 ساله‌مان می‌رسیم. با آب‌های گرم اقیانوس می‌براییم. شمشیر برای روس چنین قدرت دارد، آن را کار فرمودن در کار و تأخیر بر ضرر ماست. اگر سستی بکنیم انگلیس‌ها پیشدستی خواهند کرد و آنگاه شهرت و قدرت ما ضرر خواهد دید. و وزیر کارهای خارجی هشدار داد تندروی در این حال جایز نیست. مناسبت با انگلیا و ترکیه مرکب می شود. وزیر حربی به او جواب گردانید ضرور نیست که ما در پیشرفت هر یک کارمون به دهان وزیران انگلیا نگاه بکنیم. آنها از ما ابا ندارند، ملک از پس ملک می گیرند، جزیره ها و شهرها را غصب می کنند. ما نمی گوییم که چرا این طور کردید. جاسوسان و مبلغان انگلیس 8 سال زور زدند که به مقابل تجاوز روسیه یک اتحاد حربی از امارت بخارا و خانگری های خیوه و قوقن سازمان بدهند و ترکیه به این مقصد یاری انگلیس شد، ولی این امیر و خانها به افاقه نآمدند. هر کدام در سر خیال یک حکمرانی داشت و خانی قوقن دعوای برگرداندن خاک آق مسجد می کرد و امیر بخارا سیاست دورویگی را پیش گرفت. گاه طرف انگلیا می غیلید و گاه طرف روسیه و امیر افغانستان از پشتیبانی انگلیسا فخریده دعواگر شد که امیر بخارا به حاکم شهر سبز مستقلیت بدهد و او را تپه را به خان قوقند برگرداند
و قلعه‌های کرکی و چارجو را به اختیار افغانستان گذارد که در جنگ با روس‌ها در کار می شود و امیر بخارا رو به روسیه آورد که یاری رساند برای دفع این بلا. و در روسیه تدبیر، تردد و عملیات سر شد و شمشیر برای روس به کار درآمد و از جانب اشترخان در بحر خزر بریده و دوخته پیش آمد و از آن طرف به تاشکند و از این طرف به اشقاباد رسید و خان قوقند که امیر بخارا را دشمن جان می دانست در 4 سال 2 بار از طرف امیر بخارا طلب و تاراج دیده بود. با ملاحظه‌ای که پیشرهی غاصبان زورتری را بگیرد رو به امیر آورد. به یاری بیایید، مدد رسانید، کافران خاک ما را پایمال نکنند. امیر جواب نامعینی داد: می بینیم. ولی به یاری نرفت. وی در دل خرسند شد که روسیه خان را شکست دهد بهتر است. خودش به ولایت‌های قوقند می رود، غنیمت زیادی می گیرد، از مال و حال، از تنگه و طلا، از کنیز و غلام. و عسکر فاتح روس تاشکند را گرفت، چرچق را گرفت و خوجند و نو و ارتپه را ضبط کرد و در تابعیت روسیه مستملکه به وجود آورد و کشور ترکستان نام داد و این نام در حجت‌ها ثبت شد و به خریطه‌ها درآمد و شهرت یافت که من بعد ضرر بی اندازه به خلق‌های دیگر رسانید. و امیر بخارا با خیال‌های خامش 2 دست به بینی ماند و دیزک را سرحد امارات بخارا و کشور ترکستان اعلان کردند و از این تقسیمات نه امیر راضی بود و نه گنرال گوبرناتور و بین آنها گفتگوی از یک صلح گرگ آشتی آغاز گرفت و آب و هوای آسیای میانه به زیست و زندگی موافق، حتی شبیه وطن خودمان، گویان کرپسنای‌های روس کوچ بستند و در زمین‌های فراخ آباد موا گرفتند و به پوستین انگلیس‌ها کیک درآمد و آنها قوه حربی، سیاسی، تجارتی و جاسوسی خود را فعال کردند که افسوس خیبه و قوقند از دست رفت. اقلا بخارا را نگاه باید داشت و روسیه در غم به حلقه گرفتن بخارا بود و در سرحدها استحکام می ساخت و وقتی که بار اول خبر آمد که روس‌ها در ساحل‌های سردریا روز از روز بیشتر می شوند و امیر همان لحظه نقشه بازی دار و پخشکن را می کشید و این پیام به گوشش نفارید و ابرو در هم کشید. عسکری روز مشق کند به شما چی؟ شما هم مشق کردن گیرید. دشت بی صاحب به شما هم می رسد، به آنها هم. مونید قلعه هایشان را ساختن گیرند. و من بعد از سرحد پی در پی خبرهای تهلوکه‌دار می آمد و اهل رکاب بنا به آداب دربار آن خبرها را به گوش امیر نمی رسانیدند که طبع امارت پناه نازک است، باز باعث ملال خاطر مبارک نشود. ولی در کوچه و بازار و مدرسه و مزار فیچر کوچور جوش میزد که عسکری اوروس به بالای بخارا می آمده است و بازاریان این آوازه را می شنیدند و پسی گوش می کردند. غم آنها خرید و فروش بود که در خانهشان نان و آب باشد و کاسبان بین خود بحث می کردند که اگر اوروس بیاید دیگ و کاسه و لاله و کوزه ما خریدار می یابد یا نه؟ و ملاها غوغا می برداشتند که پای اوروس به بخارا رسد دین و دیانت فتور می رود و دوست مراد مهندس روزی مراد را همراه گرفت که به مدرسه بدل بیک برد و شب به بام برایند و تجمع ستاره ها را مشاهده بکنند تا ببینند که گردش فلک چی پیشامدها را نشان می دهد و در آستانه طاق مدرسه طالب علمان پیش راه دوست مراد را گرفتند. شما فال ببینید که این خبرها راستند یا دروغ؟ دوست مراد مستر ماند. استاد فالبین نیستند. پیش برآمد روزی مراد.
استاد تأثیر متقابله جسم‌های کیهانی و زمین را تحقیق می‌کنند. این فالبینی نیست، علم است. و متولی از آشیانه دوم داد زد: علم نیست، شیطانی است. این از زبان اجینه ها گپ میزند. باور نکنید، بدعت می شود، بدعت. دستمراد قامتش را بلند گرفت: بدعت خودی تو. و دستمراد و روزیمراد از بین توده طالب علمان گذشته به حجره در آمدند و متولی مدرسه به غضب آمد که یک دیوانه او را تحقیر می کند و از بس که خودش یارای قصاصگیری نداشت می ترسید شریعت را دست آویز کرده شکایت را به قاضی کلان برد. شما پشت و پناه شریعت وی باشد در پیش آدم بسیاری با آوازی بلند شما را تحقیر کرد، بیخیرت و بیفراست گفت تا قطع کرده می گردید. و قاضی کلان به یاد آورد که آدمانش پیش از این هم چنین خبرها آورده بودند. دستمراد به یک جبر دیده گفته است که قاضی کلان به قضاوت‌های غیر شرعی عادت کرده است. در جای دیگر طعنه زده است که وی خودش شرع شریف را درست نمی‌داند و در یک مکتوبش به قشبگی نوشته است که قاضی کلانتان دین و دیانت را خرید و فروش می‌کند. از این رو وی حامی شریعت نیست بلکه جلاب شریعت است. در حقیقت از خود رفته است. این مهندس با کفر غوطیده است. شاخش را شکستن در کار، ادبش را دادن در کار، دیوانگیش به خودش، ضررش به دین و شریعت می رسد. او را از بخارا دفع کردن لازم. و با همین اندیشه ها به امیر عرض کرد: امیرم، دستمراد مهندس دیوانه بی‌ضرر نیست، بلواگری می کند، بین مردم غذا طلب اغوا می اندازد. وی دیروز در چارسو در بین توده کوچه‌گرد و راهگذر و بازاریان ترغیب کرده است که به جنگ نروید، شما یاری جنگ روس‌ها نیستید. امیر هم آن سپاه و آن سلاح را ندارد. هر کسی به چنین جنگ میان میبندد بیخیرت و بیفراست است. امیر از قشبگی پرسید: بیخیرتش چی گفتنی گپ؟ قشبگی از تفسیر لغت گریخت و برو نقاب منافقی کشید و با فروتنی ساخته احترام نگاه داشت. امیرم بهتر می دانند. امیر به حاجی توره نگاه کرد: بیخیرتش چی گفتنی گپ؟ حاجی دو دست سری سینه گذاشت و رسمی تعظیم بجا آورد: امیرم بهتر می دانند. امیر ذوق برد: ما بهتر دانیم. مهندس را قاضی کرده به یگان تومانی ویرانه می فرستیم، در همان جاها دیوانگی کرده گردد. امپراتور اعظم به جنگ تیاری میدید، ولی جنگ را امیر بخارا سرب کرد. در روسیه حربیان و سرمایه‌داران و سوداگران و بیزمینان تعجیل داشتند و بی‌طاقتی می‌کردند که فتح آسیای میانه را بتیزانند و زودتر راه سودای بی‌مانعه و استفاده ثروت‌ها را تأمین نمایند و در بخارا عزم داشتند که در آستانه سمرقند به دشمن ضربه بدهند و تمام خاک مسلمان را که کافران گرفتند برگشته بگیرند. و اشرافان و ملا بچه ها به شور آمدند و قاضی کلان به آدمان نزدیکش فرمود که دسته از طالب علمان تشکیل بدهند و افراد این دسته شب و نصف شب به مدرسه ها بروند و دری حجره ها بکوبند و ندای جهاد در دهند که روح جنگ در آنها بالا گیرد. و امیر در بخارا جهاد اعلان کرد و
خودش به سمرقند رفت. در جنگ آستانه دیزک که خودش سپهسالار بود و شکستی سخت خورد و اعتبارش نزد مردم کاسته شد، نیت داشت در سمرقند آن اعتبار رفته را برگرداند و در سمرقند طرح کشیدند که همه مسلمانان به پا خیزند و از چرچیق بیایند، از دیزک برایند، از دیگر جاها بیایند و در نورعطا غم شوند. همین که عسکر روس از دریا گذشت، از دو طرف هجوم نموده همش را قیر کنند و مسلمان قطاری مراد چاریکار در صحبت ایوان مسجد اعتراض کرد: صاحب خاک امیر و دستیارانش، صاحب آب امیر و دستیارانش، برای چی به جنگ می رفته ایم؟ خود امیر و دستیارانش رفته جنگ کردن گیرند. تیاری به جهاد اوج گرفت. در مدرسه ها به جهاد دعوت می کردند، در کوچه و بازار جار می کشیدند و در سربازخانه ها طبل و دخل زدند و به مضافات ها شاطر فرستانیدند و پیشکاران در خانه مردم را می کوفتند. و روزی مراد توشه 10 روزه غون آورد و رفت به حولی استادش دوست مراد برای ویدا. دوست مراد سر خان تخته نشسته بود و چیزی می نوشت و به روزی مراد اشاره کرد که بیا روی کرپچه بنشین، من جمله را تمام کنم می خیزم. ولی نیم ساعت زیادتر دست از دفتر نبرداشت و روزی مراد از انتظاری دلتنگ شد و بی‌طاقتی کرد. پناهتان به خدا استاد، من رفتم. یک دم استید، احوال پرسی نکرده کجا می روید؟ من به جهاد می روم. دوست مراد از پس خان تخته خیست و زانوانش را مالیده آمد و در پهلوی روزی مراد روی کرپچه نشست. به جهاد؟ ها، به جهاد. درستر فکر کردید؟ اینها گمان دارند که به جنگ حاکم غزار یا حصار می روند. نظام سپاه و قدرت سلاح روس را ندیدند و نمی دانند. لشکری که اینها غون آوردند به هیجا نرسیده تیتو پاش می شود. شما چه امیدی دارید از اینها؟ به اینها کاری ندارم. به حفظ وطن می روم. این همه ازدحام دعوای حفظ دین دارند. شما که به حفظ وطن کمر بسته اید، الها به مراد و مقصدتان رسید. 3 ینوری 1866 ارمی روس طرف دیزک حرکت کرد و همزمان به امیر نامه فرستانید و طلب کرد که اعضایان سفارت روس را تعجیلاً آزاد بکند و امیر اعضایان سفارت را که برای تلسکوپ داشتنشان این اسباب درون و بیرون شهر را نشان می دهد، اینها همه اسرار ما را می بینند، به حبس گرفته بود. پس از طلب روس‌ها بار داد و شرط گذاشت: همه خاک مسلمانان را که گرفته اید برگردانید، تا سمی پالاتینسک و تا اورنبورگ برگردانید، بعد شما را آزاد می کنم. گنرال گوبرناتور به این دعوا خندید و نیتی گذشته کردن نداشت و پیش و پس ارمی را مستحکم می کرد و ماه سپتامبر سال 1866 قطعاً طلب کرد در مدت 10 روز تاوان جنگ را دهد. فوراً لشکرش را عقیب طرف سمرقند برد، رازنها را بی‌ضرر گرداند که کاروانها بی‌ملال رفت و آمد کنند و دعوای خاک نداشته باشد. فقط در همان حالت از صلح و صلاح گپ گشادن معنی دارد. امیر جواب قطعنامه را عقیب پرداخت. به زوری میگیرد آن زمین ها را. و روزی مراد
توشش را پشتاره گرفت و رفت به پیلجا و پیلجا 3 تا بود، یکی در شهر در سربازخانه برای پیاده نظام، دیگری در 4 سو برای سربازان موسمی و سیومش بیرون از شهر در صحرا برای سربازان سواره. پیاده نظام سربازان دائمی و به اصطلاح کسبی به حساب می رفتند که خدمتشان مهلت نداشت و در سربازخانه به آنها روزی 2 بار شولان می دادند و لباسشان یک رنگ نبود، کسی چیزی یابد و پوشد و روزهای بازار مشکابی یا گدایی می کردند و آنها اساساً مردم بیچاره بودند که دیگر جای رفتن نداشتند، بی خانه و در. بیکاران سرسان و سرگردان و قرضداران و خونی‌ها و فداییان فوج سربازان موسمی را تشکیل می دادند. سربازان سواره ورزیده و با نظام بودند و لشکر فرمان راه گرفت، لشکری که علم جنگ ناآموخته است و به کرایه گرفتند از ترکمن‌های صحراگرد و فارس‌های غلام و گریزه‌های افغان و توده النوکر که بوی بارود نچشیده است و سرداران دسته هر کدامی در مقام خود به راه برآمدند و سوارها اسب‌ها را مهمیز زدند و فش سله‌شان در بر رویشان بادبزک شد و پیاده ها دنبال کردند، تربه ها در پشت، کمانها در کتف و 37 شتر 37 توبی چوینی را می کشید و راه و بیراه پوری سواره و پیاده گردید و امیر با اهل رکاب، جانداران و سپاه خاصه سوار فایتون با راه کلان تقریبا در میانه لشکر روان به میدان جنگ می رفت و شاطرها می آمدند و از اوضاع راه خبر می دادند و خودش چاپرها می فرستانید به سرلشکر و سرکرده ها و سپارش را می داد و یک فایتونی بالا پوشیده پوری زن از دنبالش می آمد که شلشله های رنگارنگش باد می خورد و این نظام و این لشکری انبو به دل امیر فرح عطا می کرد و خیالش در هوای جنگ های گذشته و غلبه های آینده به پرواز در آمد. کوه را پست می کند این لشکر، باز شیرمردان از شهر سبز همراه می شوند، از پیش سپاه سمرقند می براید، از لشکری که خاک ایسا را بیخت و کمش 20 کرت زیاد است. یک نعره کشیده به هجوم گذرد، گرد سلات روس را می برارد. سرلشکر و سرکرده ها را آگاه کردن لازم که عسکر روس را بسیار نکشند، چون که این خیلکارها در حصار و قوقن شده بود. مردهایش را اسیر می گیریم، غلام می کنیم، زنهایش را کنیز می کنیم، تنگه و طلایش را به خزینه می فرستیم. و امیر شهد غلبه چشید، هم غلبه گذشته و هم غلبه آینده، و با شماتت پیش نظر آورد که بیکا دعوای مستقلی داشتند. بیک حصار عبدالکریم دادخواه پنهانی با بیک دهنو زبان یک کرد و هر دوی آنها آدم فرستاده از بیک کولاب سریخان مصلحت پرسیده رازگی او را گرفتند و از اطاعت به امیر سر تافتند. فرمایش های او را اجرا نکردند، انداز ندادند، مالیات نفرستانیدند. ما به آنها منصب و نسب دادیم، اکنون آنها به منصب ما طلبکار شدند. و امیر لشکر کشید جانب حصار و بیکا راه گرفتند سوی بخارا و سر به سر زدند در قریبی های خطیرچی اندرون دره امکسای. سپاه، سلاح و اصول جنگ هر دو طرف از یکدیگر فرق نداشت. سواره و پیاده، شمشیر و تفنگ، نعره و تاختن و تودشبی و زنازنی. خدا به کسی دهد.
و برتری امیر 4 توپ بود، 2 تایش چوینی و 2 تای دیگرش از میز و در برخورد اول بیکا شکست خوردند و سریخان بعد این شکست خزیمت کرد و یک ضرب راست به کولاب رفت. بیکی حصار و بیکی دهنو جنگ کنان عقیب نشستند و سپاه امیر پیوسته در تعقیب آنها بود و پیش کرده تا دهنو آورد و در قلعه دهنو شینکگیری و مقاومت 8 روز طول کشید و در این 8 روز سپاهیان امیر دهات اطراف را پاکیزه طلب و تاراج نمودند و مردم عرصات خانویران بیمکان و فراری شدند و عاقبت امیر قلعه را گرفت و آتش زد و بیک دهنو تسلیم شد. پشیمانم، عذر می پرسم از امیرم، گناه خود را به خون می شویم. شما گفتار سیوم را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صداپردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.